این یکم مرا فیروت کرد، زنگ زد که من تا کار دارم. اومدم میگه که یک روز کار دای، 3 روز در کار نیستای، در یک هفته 1 روز 2 روز کار نمیویا. همین کار کردنی تو. مادر در خونه بیمارای، هر روز هر یک درد پا موندن در اومدن ایمده، میگه بچه‌م همین بدردین کجا دای، بچه‌م همین بدردین بیار. زنگت میزنیم چی وقت جواب نمیدی؟ چی با یک بار ای حال مادر نمیپرسی؟ چی با یک بار تلفنش نمیکنی؟ ها؟ همین ای کاری تو. من فهمیدم تو چی کار میکنی. کاری تو عرق خوردن، کیف صفا کردن. کار بار کتی بند مخه مادر خودش میدونه. کار بار کرده سای؟ کار بار قطعی؟ همین تو کار بار میگوی؟ یگان کس نفهم میگه یک 10 اویله را همین آدم خودش میخرونه میپوشونه. کار بار همین عرق نوشی کار بارای. ها؟ قطعی کیم کی گشتن کار بارای. بجای اون که مهنت کنی، زحمت بکشی، آبرو تا بالا برداری، اوی نه مردک ما التماس کردیم سخن کردیم که دربارش بگیره، با یک زینه دیگه بالا کرده ببرورد که کم ترک شرایط زندگیت خوب شوه. این خوب نیست. دودر یکش یک چی میگم فراموش نکن. در بیمارستان میفهمی که ای همه در چیزی خوب این سلامتی برای انسان. در زندان میفهمی که بهتر ای آزادی هیچی نیست. و وقتی که ها انایمون رفیقایت که قطیشو ستا میکنی، دیسکا کلوب با دیسکا کلوب فرو میگردی، وقتی ای همو خیانت میبینی، وقتی ای همو نامردی میبینی، ناعدالتی میبینی، بعد میفهمی که بهترین چیز برای هر یکی ما این مادرای، این پدرای، این اویلای، این برادرای. فهمیدی؟ برای همین رفته مادر ترا انتظار رای. ای بیا کم ابراهیم علی موسی علیش کنم میریم. یگان چالش نکن. بیا بریم. من خودم میبرم لباس تالش میکنی، چیکاری میکنی نمیکنی. رفته مادر پرسیده سایت را. رئیس من را میفهمونم حتما کار دارویش میکنه. رفته. بیا بدرو. بیسته کنجا. من اینجا بیسته با دقت گوش کن. مادر یک هفته میشه برای تو هم خود بیسته. یک هفته میشه سرخ کرده است. اگه نگاه کنی برای مادر چقدر قدر داری. چقدر مادر برای تو هم میشه. بیسته گوش کن. متهم.